برای نجات مردمت، برای نجات کشورت، این بار برای خاکت، برای ایران باستان، برای پارسیان، برای قیام کوروش، برای بزرگانی از ما که کشتن این بیناموسا قیام میکنیم و این بار خار مادر شاهزادگان دروغ برای یک بار تمومش میکنیم. به یاد اشکانیان، سلسله‌ای که ساسانیان زدن خار مادرش رو سرویس کردن، تیکه تیکه کردن دخترها و پسرهای ما رو زنده به گور کردن. به یاد الکساندر اسکندر مقدونی که گفت من از میراث کوروشم اومدم تا از سلسله اشکانیان رو تولید کنم، تا حکومت از موبدان زرتشتی که کودتا کردن حکومت از کوروش گرفتن پس بگیرم. این همه کشته می‌بینیم تا سربداران‌ها تا گروه‌های بعدی. این بار ما هم بکشیم، این بار به یاد کوروش میکشیم. حسین ابن علی دختر یزد گرد سپون در لحظه صلح لبخندی زیباتر از لبخند ما یافت نخواهد شد و در لحظه جنگ چالدران‌ها تولید خواهیم کرد که صداش تا رومیان نوادگان زن خسرو پرویز برسد که بدانن شیرینی از نسل کوروش وجود داشت که آخرالامر دخترش زن حسین ابن علی شد و ایران رو به جایی رسوند که الان هنوز بدون تجزیه در حال ادامه زندگی. مهم خاک ما هم تازه نبوده، مهم دی این ای ما، دیزوکسیری و نکلئیک ماست که باید زنده بمونه. بدرود.